اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده محمد شریف عبدالعلیم میخواهم موضوع را به سمع شما برسانم که ابو تکفیری اسکندر ابو محمد مدنی خارجی را نقابش را بکشم، نقاب خودش را و نقاب شاگردانش را ببردارم، بگیرم و اصل واقعیتی این طایفه را برای شما آشکار بکنم که اینها چی میخواهند و چی مقصد و مرام دارند با این دعوتهای کردهشان. و همچنین بعضی از برادرها و دوستا بنده محمد شریف عبدالعلیم را سوال میکنند که ابو تکفیری، پیروان ابو تکفیری ما را مشرک میداند، چرا؟ با چی سبب؟ و در این سبت شما حالا میبینید که مشرک گفتن این خبیث ها چی است و برای چی اینها ما را مشرک میگویند و قصد از سخن اینها که اینها میگویند شما مشرک را عذر میدهید، مشرک را مشرک نمیگویید. در این ویدیو تا به آخر گوش کنید برادران، شما میفهمید که مقصد این تکفیری ها، مقصد این فتنه اندازها، مقصد این جاهل ها چی می باشد. پس برادران عزیز و مهربان، بیایید یک تا به یک تا سخنان شاگردان ابو تکفیری را اولا میخوانیم و بعدش صدای خبیث این ابو تکفیری را گوش میکنیم که اینها چی میگویند. بیایید. پس این صورت است چطوری که شما دیده ایستادید. نام این آدم شاگرد ابو تکفیری صدای حقیقت گوی، دیدید؟ صدای حقیقت گوی. اصلا این نام این خبیث می باشد، صدای حقیقت گوی. دیدید؟ پس این صدای حقیقت گوی در این برادر هر کسی که باشد احمدی تاجیکی این را جواب میتید. از اینجا این جایها را من نمیخواهم بخوانم، زیرا اینکه این ابو تکفیری لایق و سزاوار این سخنها نیست. لیکن این سخنها را شما خودتان دقت بتید که چی نوشتگی است، با دقت این را بخوانید و الله سبحانه و تعالی زودتر این طایفه را از بین ما و شما دور بگرداند. خب تا به اینجا این را شما خودتان بخوانید. پس در دوامش نگاه کنید چی میگه. اگرنه صحابه ها و پیامبرم خوب علم نداشتن. دیدید؟ میگوید که پیامبر و صحابه خوب علم نداشتن. دقت کنید برادرانم، میگه خوانده نوشته ساز نمیتونستن. حتی جاهل نمیدوند که پیامبر نوشتن اصلا نمیتوانست، امی بود. اما این میگوید که خوانده نوشته ساز نمیتونستن. بعد ضد ایرم دعوا میکنی. اکنون ابو تکفیری وقتی که ما گفتیم عربی را خوانده نمیتوند، غلط خوانه است، خطا خوانه است، این ابو تکفیری در پشت پیامبر، در پشت نام پیامبر خودش را پنهان کرد که پیامبرم خوانده نمیتوانست. اکنون ببینید که شاگردانش در تحقیر پیامبر گذاشتن. میگه که پیامبرم خوب علم نداشتن، پیامبر و صحابه میگه خوب علم نداشتن. دیدید برادران؟ آیا این تحقیر پیامبر نیست؟ آیا ذوالخویصره به مثل همین پیامبر خطاب نکرده بود؟ آیا استاد اینها، استاد ابو تکفیری و استاد این جاهلا پیامبر را نگفته بود که عدل بکن؟ پس دیدید برادران، اینها تحقیر پیامبر میکنن. اینها اصلا به دین کار ندارن. قصد اینها خونریزی، قصد اینها چطوری که نقابش را گرفتم. ببینید، دیده ایستادید نه چی طور است؟ ببینید در زیر نقاب چی طور انسان ایستادگی هست. زیر نقاب را شما دیدید چی طور انسان هست؟ الله تبارک و تعالی
شما را زودتر از بین ما مسلمان ها ببردارد ای ابو تکفیری ها. پس این یک تحقیر. پس از این جواب برمی آید، این جوابی که حالا شما باز میبینید، باز همین صدای باطل گوینده، نامش را باز صدای حقیقت گوی مانده است. همین آدم باز این برادر احمد تاجیکی را جواب میتید. شد احمد تاجیکی این رو یگان گپ های گفته است که این رو جواب میتید. میگه تو خودت تکفیری هستی. خب احمد تاجیکی را گفته است خودت تکفیری هستی. خب شما ابو تکفیری هستید. شما ابو تکفیری هستید. خوارج هستی. خب خوارج شما بابا کلان های خوارجی هستید. با فکر عقل خودت مردم حکم میکنی. شما این طور هستید که همه را مشرک، کافر، بدین، مرتد گفته گشتید ای ابو تکفیری های جاهل. ببینید شما همه وقت استادتون همین طور است که گناه خودش رو به سر دیگرها بار میکند، شما هم به مثل همون استادتون گناه خودتون رو به سر دیگرها بار میکنید. متاسفانه این جهل و جاهلی شما را ببین، این بدبختی شما را ببین، گناه خودتون رو به سر دیگرها بار میکنید. ببینید چی میگد، باز همین گپ رو تکرار میکند، میگد که ما علم خوب نداشتن میگم. یعنی کی را گفته سای؟ صحابه و پیامبر را گفته سای. میگه من میگم که علم خوب نداشتن، تو میگی خطا میخوندن. ببینید تو میگی خطا میخوندن. اینجا را ببینید، اینجا چی نوشته بود؟ صورت رو دقت. اگر نه صحابه ها و پیامبرم خوب علم نداشتن، خوانده ساز نمیتوانستن. ببینید خوانده ساز نمیتوانستن نوشته است در اینجا تو میگی که خطا میخوندن. اصلا این جواب دهنده این گپ رو گفتگی نیست، زیرا که من این نوشتجات ها را دیدم. نگفته است که خطا میخوندن، گفتگی است که علم خوب نداشتن. اکنون گپ رو به مثل استادشون دیگر طرف باید تا بتین تا اینکه از این پرابلم، از این مشکلات خودشان رو خلاص کنند. دیدید اکنون جایی که برای ما و شما مهم است شناختن این ابو تکفیری ها، این جای ها می باشد. دقت کنید برادرانم، این جای ها هست. این جای های هست که ما ابو تکفیری را باید خوب بشناسیم. میگه ما علم خوب نداشتن میگم، یعنی پیامبر و صحابه را میگه که علم خوب نداشتن. آیا این تحقیر پیامبر نیست؟ آیا این تحقیر صحابه نیست که پیامبر و صحابه علم خوب نداشتن؟ الله پناه تید از شر شما ای ابو تکفیری ها. این بود جواب از جانب شاگردانی ابو تکفیری و خود ابو تکفیری که همین اعتقاد را دارد، زیرا اینکه شاگردان همون هستند. پس برادران عزیز و مهربان، این را دیدید؟ اکنون شناختید این طایفه خبیث را. بیاید به جواب دوم برمیگردیم. این بود تحقیر در حق پیامبر و صحابه. اکنون بیاید که عالما را چطور تحقیر میکنن، بیاید اون را ببینیم. خب این هست دوم صحبت های این ابو تکفیری را شاگردش. ببین طالب دین آفیسال. ببینید این طالب دین حالا نامش رو میدونید چی موندگی است؟ ابو محمدی آفیسال، ابو محمد مدنی آفیسال. حاضرن همون سایت ابو مدنی آفیسال که میبینید اول نامش همین طالب دین آفیسال بود. فهمو؟ یعنی که سایت مخصوصی اصلی ابو تکفیری. ببینید در اینجا چی نوشته؟ بیا اول ببینیم که کامنتری کدام ویدیو هست. کامنتری در این ویدیو هست برادران. ترجمه حالی ابو تکفیری مدنی اخذله الله تبارک و تعالی. ببینید در این کامنتری نوشتگی است طالب دین آفیسال. گوش کن. اکنون این نامش نمیدونم چیزی هست، این را جواب دادگی است. ببینید این آدم انا همین صاحب سایت جواب دادگی است که گوش کن، من ابو محمد مدنی نیستم. فهمو؟ البانی یک مشرکی. دیدید مشرکی. اکنون شیخ عثیمین چی است؟ ای ابو تکفیری با شاگردانش، ابو تکفیری با شاگردانش جواب دید. و ابن باز کی است؟ میگه شک ندارم. در چی شک نداری؟ در مشرک بودنش. ببینید میگه که شیخ البانی مشرکی، عثیمین و ابن باز شک ندارم، یعنی که اینها مشرک هستند. دیدید اکنون؟ فهمیدید که اینها قصدشون چی است؟
ببینید وقتی که شیخ البانی ناصر سنت را وقتی که اینها مشرک میگویند ما در نظر اینها نمیدونم چی چیزها هستیم. پس معلوم میشود که این خائنهای دین، این افلاس ها قصدشان از بین بردن سنت و از بین بردن دین مبین اسلام است. ببینید در اون صورت اولانه چطور نشان دادم پیامبر و صحابه را دشنام کردن، در اینجا کی را دشنام کردیسن؟ عالم های دین رو، عالم ها را دشنام کردیسن، عالم ها را مشرک خواندیسن. برادرانم شاید شما بگویید که این ثبتا را کسی دیگر نوشته است، پس بیایید صدای ابو تکفیری را گوش میکنیم. انمی گپا را دایاتون بگیرید که دیگری را در بالای اکران تا نشان نمیدهم، اما صدای ابو تکفیری را با اون روی اصلیش در بالای اکران میبینید چی ما و صدایش رو گوش میکنید. گوش کنید که ابو تکفیری چی میگوید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر از بارک الله فیکم، الله استون کند. بله من ابو محمد مدنی هستم، حسن تاجیکی. این طالب دین اوفیکیال، البته این ابو محمد نیست، ابو محمد من هستم. این یک برادری هست که مشغول به چی است؟ به منتج کردن است. من عادتا یوتیوب نمیفهمم، اونجا به نمیدرایم، کامنتاریشون نمیبینم. اما در مسئله این که البانی مشرک گفته، حجتش از خود این برادر میپرسید. برای اون که البانی در بعضی از کتاب ها میگوید که مشرک نیست، به مشرک عذر میده. هم خیلی از همین جهت همچنین سخن ها است. لیکن در مسئله ابن باز و ابن عثیمین ما سخن کردگی هستیم. تکفیر میکنیم یا نمیکنیم، در یوتیوب هست. ما گفتیم تکفیر نمیکنیم و ابن عثیمین ابن باز اینو به عذر میتیم و غیره. خب اکنون شنیدید برادران، این جوابی انا همین دویم صورتی که شما دیدید که البانی مشرک است و ابن باز و شیخ عثیمین را گفته است شک ندارم که مشرک است. انا همین جوابی انا همین صورت است یا جوابی انا همین کامنتاری است. چی گفت؟ اولا سلام جواب داد، بعدن چی گفت؟ هستون کند. بله من ابو محمد مدنی هستم، حسن تاجیکی. خب این ابو محمد مدنی است، یعنی که این ابو محمد مدنی پیشتر نامش رو چی موندگی بوده است؟ حسن تاجیکی. یعنی که هر روز اینها نام علیش میکنند و نام به خودشون میگذارند. اول نامش رو چی مونده است؟ حسن تاجیکی. حسن تاجیکی یعنی همین ابو محمد بوده است. باز ابو محمد، اسکندر و خوارج و تکفیری و ابو تکفیری و ابو جاهل و چندین نام ها و صفت هایی که لایق سزاوار این طایفه خبیث است. پس در دوامش چی گفت باز؟ این طالب دین اوفیکیال، البته این ابو محمد نیست، ابو محمد من هستم. این یک برادری هست که مشغول به چی است؟ به منتج کردن است. من عادتا یوتیوب نمیفهمم، اونجا به نمیدرایم، کامنتاریشون. دیدید این طالب دین آفیسیال میگه کسی هست که مشغول به منتجش برادر است، یعنی کسی هست که اینو میشناسد، خوب میشناسد. زیرا که ابو تکفیر هر کس برادر خود نمیگیرد، هم عقیده کامل خود برادر خود میگیرد. خب برادرش بوده است و هم عقیده اش بوده است به مثل خودش تکفیری و مشغول به منتج بوده است، یعنی که منتج کنندش انا همین آفیسال، طالب دین آفیسال رو منتج کنندش انا همین نویسنده همین گپ است. این منتج کنندش رو شاید شما بشناسید، اگر نمیشناسید پس بشناسید که این آدیناکه اون ریپریستی، اون تکفیری خبیثه که هر ماه مذهب علیش میکند که 6 ماه پیش در دیگر مذهب بود، 1 سال پیش در دیگر مذهب بود، حالا در مذهب ابو تکفیری است. با 6 ماه بعد والله اعلم کدام مذهب دا داخل میشد. به هر صورت که این آدیناکه هر ماه و هر 6 ماه پس این مذهب علیش میکند. پس منتج کننده ویدیوهای ثبتای ابو تکفیری انا همون آدیناکه است. یعنی آدیناکه را گفته ایستاده است که چیکار میکند. ببینید دوامش رو بیا باز گوش میکنیم. نمیبینم. اما در مسئله این که البانی مشرک گفته، حجتش از خود این برادر میپرسید. دیدید میگه که در مسئله البانی را مشرک گفته است، خودش رو میپرسید. اون جاهل ریپریست از کجا میداند مشرک چی است و موحد چی است؟
و ملحد چی است، از کجا میداند؟ و میگه حجتش رو از خودش بپرسید. شاگردی تو است ای جاهل، باید تو ردش کنی که نه، اگر که در حقیقت که اعتقادی تو اعتقادی اهل سنت و الجماعت باشد، تو باید ردش کنی، نه بگی اون انسان خطا کرده است، غلط کرده است، نه اینکه رفته از خودش بپرس. این طور نه. بیا دوامش رو گوش میکنیم، خبیثیش آشکار میشود. گوش کنید، دقت بتید. برای که البانی در بعضی از کتاب ها میگوید که مشرک نیست، به مشرک عذر میده. هم خیلی از همین جهت همچنین سخن ها است. خب دیدید، اهمیت دادید. میگه البانی در بعضی کتاب ها گفته است که مشرک نیست. الله پناه تید. شیخ البانی این گپ رو میگوید، مشرک را هر کسی که مشرک نداند کافر میشود ای ابو تکفیری. اما این ابو تکفیری را قولش که میگوید که شیخ البانی مشرک را مشرک نگفته است، میدونه چی است؟ همین است که این مسلمان هایی که حالا در تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و قرقیزستان و اینها که هستند، در بعض ممانعه های دینی گرفتار میشوند، انا همین ها را در نظر داره که باید پاکیزه مشرک شون بگویی. قصد این همین است. شیخ البانی مشرکای اصلی بت پرست عذر نداده است، انا همین ها را عذر دادگی است. باز میگه که همخیلی گپ ها هست. یعنی همخیلی یعنی چی؟ یعنی که شیخ البانی مشرک است، الله پناه دهد از این اعتقادی تکفیری ها. شیخ البانی را مشرک میگوید. ببینید، از عالم دفاع نمی کند، از پیامبر دفاع نمی کند، از صحابه دفاع نمی کند. پس این ابو تکفیری کدام دین رو پیروی می کند؟ پس در نزد این ابو تکفیری مقدسات دینش چی هست؟ صحابه، پیامبر دین در پیش این مقدس نباشد، صحابه در پیش اینها مقدس نباشند، عالم های دینی در پیش اینها مقدس نباشد. پس کی هست مقدسات دینی در نزد این ابو تکفیری ها؟ کی هست؟ الله پناه دهد از شر شما، الله زودتر شما را بردارد ای ابو تکفیری ها. بیا دوامش رو گوش کنیم، باز چی میگوید؟ لیکن در مسئله ابن باز و ابن عثیمین ما سخن کردگی هستیم، تکفیر میکنیم یا نمیکنیم. در یوتیوب هست، ما گفتیم تکفیر نمیکنیم و ابن عثیمین ابن باز اینو به عذر میتیم و غیره. خب دقت دادید، درباره شیخ عثیمین و ابن باز میگوید ما تکفیر میکنیم یا نمیکنیم، در یوتیوب هست. خب اکنون اون یوتیوب ده شما به مثل شیعه تقیه دارید، ابو تکفیری شما تقیه دارید، اکنون تقیه خودتون رو میکنید، در یوتیوب یک چیز میگید، اما در لیچکه این آدیناکر چیزی گفتگی است که این همه اینها را مشرک خوندگی است. یک مسئله ایره جانی میگذاریم. و مسئله دویم که میگویی اینها را ما تکفیر نمیکنیم، یعنی اینها در کفر افتیدگی هستند ابو تکفیری. از این گپی تو برمی آید که یعنی که ابن باز، شیخ عثیمین کدام کفریات را انجام دادگی هستند که تو عذرش میتی. با میگی عذرش میتیم، یعنی عذر برای کی میدهی؟ آیا یک انسانی که در کفریات نغلطیده است انسان اون را عذر میدهد؟ نه. پس عذر کی را میدهند؟ انا همون کسی را که در کفر افتیدگی است، در ردت افتیدگی است. پس ابو تکفیری، ابن عثیمین و ابن باز در ردت یا در کفر یا در شرک افتیدگی هستند؟ اگر نه، پس چرا اونها را عذر میتی؟ اگر ها، پس در چی چیز افتیدگی هستند؟ عذر دادن مسلمان های جاهل رو، مسلمان های از توحید بیخبر رو عذر دادن، برای همین تو اونها را مشرک میخوانی ای ابو تکفیری؟ دیدید برادران، دیدید اعتقاد اصلی واقعی اینها چی است؟ این سخنهایی که حالا گفته است در لیچکه است. خاص یک انسان قطعی صحبت کرده است، تقریبا این 4 ماه پیش است، ماه مارس است تقریبا. دیدید اینها چطور انسانهای خبیث هستند، چطور اعتقادی خبیث دارند. شیخ البانی در نزد اینها مشرک و ابن باز، شیخ عثیمین در نزد اینها در شرک افتیدگی هستند، اما اینها عذرشون میتید. برای چی عذر میتی؟ برای که در نزد شما ابن باز و شیخ عثیمین جاهل است، نه؟ برای عذر در جهل داده میشود، یا در کر افتیدگی هستند، یا ای جاهل، ای گمراه، الله پناه بتید از شر شما. پس برادران عزیز و مهربان، نقاب این رو گرفتیم، دیدید که این کی است؟ شناختید اکنون؟ ای شاگردان، ای دوستداران و پیروان ابو تکفیری،
اکنون ابو تکفیری را شناختید که کی بوده است؟ در لیچکه چی گپ میگوید؟ در بین عام چی گپ میگوید؟ اینها تقیه دارن و هر وقتی که باز برای این یک کامنته جدا شد زولانه به دست بیارند اکنون را در اون کامنته بدرارند و بگویند که اکنون کامنته در تو جوابی اهل سنت رو بده، اون زولانه به دست شروع بکند به جواب دادن. فکر میکنم مقصدم رو فهمیدید. با یک ارکوتیکس گفتن ملا ابو تراب شروع کردن به تهدید خون به خون گفتن. اکنون این زولانه به دست و این کامنت خالی شود و بعد این را اجازت بتین برای گپ زنی، در این چیکار میکنید ای ابو تکفیری ها؟ الله تبارک و تعالی پناه بتید از شر شما ای قومی فاسد و فاسد کننده بین جامعه. الله سبحانه و تعالی زودتر شما را از بین ما ببردارد. آمین یا رب. پس برادران عزیز و مهربان، این بود واقعیت و این بود حقیقت و این بود اصلی اعتقاد ابو تکفیری که نه به پیامبر احترام دارد، نه به صحابه احترام دارد و نه به عالم های دین و خدمتگاران دین. به یگان تا اینها اعتقاد ندارد. فقط به کی اعتقاد دارد؟ به همون 4 تکفیریه که نامهایش را ذکر کردگی هستم، به همون استادهای تکفیریشو بس. این دیگه به یگان مقدسات دین اعتبار ندارد. دیدید که قرآن را غلط میخوند، حتی اعتراف نمیکند غلط خوانیش را. قول عالم ها را خیانت میکند، دروغ میبافد، کذابی میکند و مردم را فریب میکند. تمام چیزها را اثبات کردیم. یگان تا این را آیا این ابو تکفیری به عهده گرفت که در حقیقت اینجا غلط شد یا خطا شد یا اشتباه شد؟ به کله گرفت تا به امروز، تا به همین لحظه نه. پس این ابو تکفیری کی است؟ چی میخواهد از مسلمان ها؟ کامنته خالی شد، پس زولانه به دست این را بیارند و بگویند جوابش بده. با همون مسئله ایده که برای خودشون لازم باشد جواب بده میگوید، نه اینکه برای هر مسئله. نه، همون مسئله ایده که برای خودشون مهم است. میدونه که خودشون یعنی کی. این اشاره ها را فکر میکنم بالخصوص ابو تکفیری ها خوب میفهمند که کی. الله تبارک و تعالی پناه بده از شر شما ای قوم جاهل و فاسد، ای قومی فساد کننده روی زمین. پس این بود آشکار شدن این طایفه خبیث. و در اینجا این صحبتم رو به پایان میرسانم. برای انسانی که ذره عقل و شعور دارد این خود کفایه کننده هست برای شناختن ابو تکفیری ابو محمد مدنی اسکندری تکفیری. این خود کفایه میکند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.